سلام دوستان، امیدوارم که وقتتون بخیر باشه. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم تاثیر هدف گذاری در بهبود حال و شرایط آدمه، چون که خودم به مدت چند سالی هدفی نداشتم به جز اینکه صبح برم سر کار بیام و حالا یه زندگی روتینی داشته باشم. هدف خاصی نداشتم و یه مقداری انگیزم رو گم کرده بودم. همین باعث شده بود که احساس سرخوردگی پیدا کنم و روزمرم رو به بتالت بگذرونم، اما به تازگی هدفی رو در خودم پیدا کردم، کاری که دوست دارم انجامش بدم، حالا چیه بماند. یه هدف بلند مدت برای خودم در نظر گرفتم که کار راحتی نیست، کار سختیه. احتمالا لازم دارم به خاطرش مهاجرت کنم چند سال آینده، ولی خب کوتاه مدت بهش نگاه نمی کنم. یه برنامه بلند مدت برای خودم در نظر گرفتم و همین باعث شده که یه مقداری انگیزم بیشتر بشه، حالم بهتر بشه و میخوام با افسردگی مقابله کنم. به شما هم پیشنهاد میکنم درون خودتون کند و کاف کنید و یه هدف برای زندگیتون مشخص کنید. هر هدفی میتونه باشه، ولی چیزی باید باشه که مشخص و واضح باشه، نه اینکه یه هدف نامشخص، مثلا میخوام روابطمو بهتر کنم، مثلا بهتر شدن تو چه زمینه‌ای. یه چیزی که اندازه داشته باشه و سعی کنید هدفتون رو به صورت مکتوب در بیارید، چون که نوشتن هدف 50% از مسیره و 50% دیگه اون کارهاییه که برای رسیدن بهش لازمه بکنید. امیدوارم که این کار بهتون کمک بکنه، هرچند مطمئنم که کمک میکنه. اگر هدفی نداری سعی کنید یه هدفی برای خودتون بتراشید حتی، چون که باعث میشه انگیزتون بیشتر بشه و اگر مشکلات افسردگی دارید میتونید باهاش مقابله بکنید. به امید هدفتون هر روز از خواب بیدار بشید و هر روز برای هدفتون بجنگید، هر چقدر که سخت باشه، هر چقدر که کوچیک باشه، آسون باشه، هر چیزی میتونه باشه. هدفتون اون چیزی باید باشه که واقعا شما رو خوشحال بکنه و قلبتون احساس شادی بکنه. خواستم که این مسئله رو باهاتون در میون بذارم. عموما آدمایی که افسرده میشن آدمایی هستن که هیچ هدفی برای زندگیشون ندارن به جز گذرون روزشون. به همین علت روز به روز افسرده تر میشن و حالشون بدتر میشه و فقط زندگی رو میگذرونن، زندگی نمیکنن. یه هدفی برای خودتون انتخاب کنید، نقشه راهتون رو بچینید، شروع کنید به حرکت کردن. مطمئن باشین به مرور زمان همه چی بهتر و بهتر میشه.